احترام گذاشتن بر فکر و اندیشه های روزداران است. برادر گرامی و خواهران گرامی قدر، یکی از نیکویی های این شهر مبارک، این ماه مبارک که در پیشواز آن هستیم، این ماه محترم است. احترام گذاشتن بر فکر و اندیشه های روزداران است. به هیچ وجه هیچ روزدار را به هیچ وجه، به هیچ گونه، به هیچ رنگ آزار ندادن، در قلب‌های آنها هیچ حرج نگذاشتن و شخصانی که روزه نمی‌دارند در نزد روزداران احترام روزه را قرار دادن. و بر مسلمانی که عذرهای شرعی دارد افطار در این ماه برایش جایز می‌گردد و بر هر مسلمان لازم است که حفظ نماید این ماه مبارک را با روزه داشتن و تلاش نماید که این ماه را به هیچ عذر ترک نکند و حریص باشد که با هیچ گونه چیز بدی رو در این ماه مبارک قرار ندهد، نه با زبان نه با عمل، حتی قصد آن را هم نکند و قصد آن را هم نداشته باشد و همچنین بر نفس روزداران تنگی نآورد و کرامت مسلمانان را نیز با مسخره کردن یا که بر استهزا و چیز دیگری هم نشکند. اگر این استهزا و مسخره اگر به دین الله باشد، انسان الاعوذ بالله کافر می شود، ولیکن خود روزدار را هم در این ماه‌های مبارک نگذارد که در نفس‌های آنها چیزی از بدی، بخلی، حسد یا که مسخره هر چیزی قرار بگیرد و تلاش نماید شخص روزدار در این ماه‌های مبارک از هر چیزی که الله آن را منع کرده است، از تماشا ویدیوها یا که صورت‌هایی که جایز نیست تماشا کردن آنها، از آنها دوری بجوید و این روزه خود را آنقدر ارزان قرار ندهد در برابر این شهوات و تلاش نماید که این ماه مبارک را با تماشا کردن برنامه‌ها یا که فیلم‌ها یا که دیگر چیزا صرف نکند و این شهر عظیم را آنگونه‌ای که عظیم است آن را عظیم بشمارد و بزرگ داشت این ماه نه تنها با روزه داشتن است، مکانت این تنها در روزه داشتن نیست و عظیم شمردن این تنها در این نیست و در نفس‌ها، در عمق قلب‌ها قرار بگیرد. برای هم به هیچ شخص روزه‌دار جایز و روا نیست که نفس خود را در غیر طاعت الله سبحانه و تعالی در بیابد و نفس خود را به نزدیکی به او سبحانه و تعالی در بیابد و آن چیزی که برای بنده نفع و فایده نمیرساند از آن باید دوری بجوید. چون شهر رمضان، ماه رمضان حقیقتا این ماهی تأمل، تدبر و تفکر، ماه عبادت و ماهی به دست آوردن لذت و آرامش قلب است. اگر این پیدا نشد، اگر تو این را پیدا نکردی، پس در کجا میگردی؟ پس ای روزداران ذکر یاد نمایید این که واجبه که بر بالای ما در این ماه است و غیر از این ماهایی که بر بالای ما قرار میگیرد این است که نفسهای خود را تربیت نماییم، علاوه بر احترام روزداران و نیکویی در معامله بودن با آنها و حفظ حمایه آن حس و اندیشه های نیکی که دارن، احساس نیک را نسبت آنها داشتن، خاصتا در این ماه مبارک که این چیزها در قلب مؤمنان ریشه می افکند. محبت را ریشه می افکند در قلب مؤمنان و احترام همدیگر را در تمام افراد مجتمع مسلمانی قرار دادن. و همچنین دانسته بدانیم کسی که به بعضی از عذرهای شرعی برای وی جایز باشد که روزه‌اش را در این ماه بخورد به سبب بیماری یا که یگام عذرهای شرعی که دیگری که هست، به خاطر احترام رمضان، به خاطر احترام روزداران نباید در نزد آنها روزه‌اش را بخورد، بلکه این کار را پنهانی انجام بدهد تا نه به روزداران آزار برساند، نه قدر و منزلت این ماه را پس بنماید، نه خود را به قدر نماید. چون فکر اندیشه مردم از آن عذری که تو داری مردم با خبر نیست. بارک الله فیکم. برای همین همگی تلاش نماییم در این ماه‌های نزدیکی که بر ما آمده ایستادن، تلاش نماییم که امرهای شریعت اسلامی را، شریعت حنیف را به جا بیاریم، پیروی و تأسی از این دین مبارک و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشیم و با بندگان صالح الله سبحانه و تعالی بی‌پیوندیم و از الله سبحانه و تعالی دعا می‌نماییم که ما را جمع نماید در جنت‌هایش، در جنت‌های نعیمش با پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان. به درستی که سبحانه و تعالی به این قادر است، به درستی که دعا و اجابت هر کسی را اجابت کننده است. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.